سلام برای بچه خفن یوتیوبی. من شاهین نصیرپورم. اینجا چنل کامپیوتره. خیلی خوش اومدین به این چنل. این اولین ویدیوی چنلم هستش. برای بچه چند تا توضیحات میخوام بدم برای اولین ویدیو. اجرای فیس ریویل کنم. ببینین من شاهین نصیرپور هستم، 12 سالمه. میخوام راجع به یه سری مسائل کامپیوتری ویدیو بذارم، مثل آموزش کامپیوتری یا کارهایی که میتونیم انجام بدیم سرعت سیستم بهتر بشه، یا کارهایی که باید انجام بدیم و اینا. و خیلی خوشحال میشم که کانال سابسکرایب کنید، ویدیوها رو ببینین و اگر نظری دارین کامنت بذارین. و اینم بگم که مشکل بینایی دارم، از صفحه خوان استفاده میکنم توی گوشی، صفحه خوان تاک بک. توی کامپیوتر هم از صفحه خوان NVDA استفاده میکنم. میتونین برین سرچ کنید و ببینید که چی هستش. و غیر از این اکثر ویدیو هم برای دوستایی که مشکل بینایی دارن، ولی خب میتونین شما هم اگه خوشتون اومد نگاه کنید افراد بینا و یه سری چیزایی شاید به درد شما هم بخوره، مثل تند کردن سیستم، روونتر کردن، از اینجور چیز میزان. و دیگه حرفی نمیمونه، وقتتون رو نگیرم الکی. دوستان عشق منید، خیلی خوشحال میشم که چنلم رو ساب کنید. توی 5 ماه اگه به 5000 تا برسم، یعنی ماهی 1000 تا سابسکرایب، فکر کنم زیاد باشه. ماهی حداقل 100 یا 200 تا سابسکرایب، 200 دونه. یه چنل دیگه هم هست که راجع به GTA سن اندرس و GTA IV و اینجور چیزا میخوام حرف بزنم، که حالا اگه برسه سابسکرایبم به 1000 تا توی 5 ماه، 5000 تا تو 5 ماه، حتما این کارم انجام میدم. عشق منید، وقتتون رو نگیرم، خیلی دوستتون دارم. برای بچه یوتیوبی، خداحافظ.